تصویر ذهنی اکثر ما از اتاق مذاکره چیه؟ دو طرف میز نشستن، اخما تو هم، هر کسی سعی میکنه سر اون یکی کلاه بذاره و یا تا قرون آخر ازش تخفیف بگیره. یه جور طناب کشی که آخرش یکی برنده میشه و یکی بازنده. اما توی دنیای تولید مشترک این مدل مذاکره یعنی خودکشی تدریجی. اگه با این ذهنیت برید پای میز که من باید کارخونه دار رو له کنم تا پایین ترین قیمت رو بگیرم، یا اگه کارخونه دار بخواد از بی تجربگی برند استفاده کنه و هزینه تغییر خط رو چند برابر حساب کنه، قرارداد امضا میشه؟ بله، امضا میشه، اما هیچ وقت به تولید واقعی موفق نمیرسه. امروز میخوایم وارد حساس ترین اتاق این مسیر بشیم، اتاق مذاکره. سلام، من یاسر قاسمی نژاد هستم و به اپیزود 14 پادکست ظرفیت خالی خوش اومدید. توی اپیزودهای قبلی به خصوص اپیزود 12 و 13 زیرساخت فکری و عددی این رابطه رو با هم چیدیم. از تله ظرفیت گفتیم و 5 تا عدد طلایی رو با هم با ماشین حساب مرور کردیم. حالا فرض کنیم شما اون عددا رو در آوردید و میدونید چی میخواید. حالا چطور باید این خواسته ها رو به یه قرارداد محکم، انسانی و پایدار تبدیل کنید؟ توی این اپیزود میخوایم تکنیک هایی رو بررسی کنیم که همکاری برند و کارخونه رو بیمه میکنه. پس تا آخر این اپیزود همراه من باشید. بذارید از کتاب معروف مذاکره به روش هاروارد یه اصل کلیدی رو نقل کنم. اونا میگن آدم‌ها رو از مسئله جدا کنید و روی منافع تمرکز کنید، نه روی مواضع. موضع یعنی چی؟ برند میگه من فرمول محصولم رو به هیچ وجه به کارخونه نمیدم. کارخونه هم میگه تو فرمول ندی، من خط تولید رو نمیندازم. این میشه بنبست مواضع. اما منفعت پشت این حرف چیه؟ منفعت برند اینه که فرمولش دزدیده نشه و امنیت معنوی داشته باشه. منفعت کارخونه هم اینه که بدون چی داره تولید میکنه تا نه به دستگاهش آسیب برسه نه کیفیت محصول خراب بشه. وقتی به جای لجبازی روی مواضع بریم سراغ منافع، راهکار پیدا میشه. مثلا چی؟ یه قرارداد عدم افشای اطلاعات محکم، همون NDA، با جریمه‌های سنگین، یا حضور ناظر فنی برند در زمان ترکیب مواد. به همین راحتی مسئله حل میشه بدون اینکه جنگی راه بیفته. خیلی از ما وقتی میخوایم برند خودمون رو راه بندازیم با اولین مخالفت کارخونه دار گارد میگیریم. یکی از مذاکره کنندگان سابق FBI به نام کریس فاس یه تکنیک فوق‌العاده داره به اسم همدلی تاکتیکی. وقتی کارخونه دار میگه من با این تیراژ پایین اصلا برام نمیصرفه خط روشن کنم، به جای اینکه بهش بگید اما شما ظرفیت خالی دارید، باید تولید کنی، باید کار کنی، بگید حق با شماست. من کاملا درک میکنم که روشن کردن این دستگاه ها برای این تیراژ از نظر اقتصادی چقدر براتون پرهزینه است و احتمالا نگران استهلاک دستگاه و نگهداریش هستید. همین یه جمله گارد طرف مقابل رو میشکونه. اون میفهمه که شما چالشاشو درک کردید. بعد میتونید بپرسید به نظرتون چطور میتونیم این ریسکا رو ببریمش تو چند تا پارت تولید اول، تقسیمش کنیم تا برای شما هم توجیه داشته باشه. اینجا شما از یک مهاجم تبدیل میشید به یک همفکر که داره با همفکری کارخونه دار مسئله رو حل میکنه. خب حالا بیایم سراغ خود متن قرارداد. یه قرارداد خوب باید 3 تا زر رو پوشش بده. زر اول سناریوهای بحران یا همون روزای ابری. توی قرارداد نوشتن همه خوشحالن و دارن چای شیرینی میخورن، اما شما باید برای روزهای تاریک بنویسید. مثلا اگه برق شهرک صنعتی قطع شد و کل مواد اولیه برند توی دستگاه خراب شد، خسارت با کیه؟ اگه برند نتونست تعهدات مالیش رو سر وقت پرداخت کنه، کارخونه تا چند روز میتونه محصول رو توی انبار نگه داره و بعد از اون چقدر جریمه میگیره؟ این شفافیت بیرحمانه در ابتدا صمیمیت پایدار رو در انتها تضمین میکنه، بهتون قول میدم. زر دوم استاندارد خروجی.
یا به تعبیری کیفیت مکتوب. هیچ وقت ننویسید محصول با کیفیت. کیفیت یه صفت ذهنیه. چیزی که برای کارخونه دار با کیفیت حساب میشه ممکنه برای مشتری شما فاجعه باشه. شما باید پارامترهای آزمایشگاهی مثل رنگ، بو، بسته‌بندی، آروما و تمام آیتم‌های کیفی محصولتون که تو هر محصول میتونه متفاوت باشه رو با عدد و رقم باید تو پیوست قرارداد بنویسید. مرجع قضاوت هم باید یه آزمایشگاه ثالث و مستقل باشه که هر دو طرف هم قبولش داشته باشه. ضلع سوم، فرمول پویای قیمت گذاری. توی اقتصاد نوسانی ما قیمت ثابت برای 6 ماه یا 1 سال یه شوخیه. واقعا شوخیه. اگه قیمت رو ثابت ببندید یا کارخونه دار ضرر میکنه و وسط کار دستتون رو میذاره تو پوست گردو یا شما ضرر میکنید. قرارداد باید فرمول داشته باشه. مثلا بنویسید قیمت دستمزد تولید تابعی از قیمت شاخص فلان ماده اولیه که خیلی هم استراتژیکه برای محصول، یا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزیه و هر 3 ماه یه بار باید بروزرسانی بشه. این یعنی پایداری. میخوام این بخش رو با یه نصیحت برادرانه تموم کنم. تولید مشترک مثل ازدواجه. یه رابطه موقتی و گذرا نیست. اگه شما به عنوان صاحب برند سود کارخونه دار رو نادیده بگیرید و اونقدر چونه بزنید تا سودش به 0 برسه، اون کارخونه دار دیر یا زود راهی برای جبران پیدا میکنه. چجوری؟ با کم کردن از کیفیت مواد، با اولویت ندادن به خط تولید شما، یا با دیر تحویل دادن محصول. برنده واقعی کسی نیست که پای میز مذاکره طرف مقابل رو تسلیم کنه. برنده کسیه که وقتی جلسه تموم شد هر دو طرف احساس کنن معامله خوبی داشتن و با اشتیاق برن سراغ کار. دوستان من، روی میز معامله قدرت شما در دانش شماست. وقتی شما تله‌های ظرفیت رو بشناسید، عدد حیاتی رو بلد باشید، اون 5 تا منظورمه، و با زبون همدلی مذاکره کنید، کارخونه دارها هم به شما به چشم یک شریک حرفه‌ای نگاه میکنن، نه فقط یه مشتری گذرا. توی این 3 اپیزود، منظورم 12، 13 و 14 هست، ما پرونده روابط مادی و قراردادها رو به طور کامل بستیم. حالا وقتشه که بریم سراغ کار اصلی. فرض کنیم قرارداد رو بستیم و همه چیز آماده است. چطور باید اولین پارت تولید رو استارت کنیم؟ چجوری باید بر کیفیت نظارت کنیم بدون اینکه کارگرها رو کلافه کنیم؟ توی اپیزود 15 میخوایم بریم کف سالن تولید و درباره کنترل کیفیت و مدیریت تولید میدانی صحبت کنیم. ممنون که تا این لحظه همراه ظرفیت خالی بودید. یادتون نره پادکست رو سابسکرایب کنید و نظرات ارزشمندتون رو برام بفرستید. تا هفته آینده سرسخت و برنده باشید.